سلام دوستان، دوباره با یکی دیگه از ماجراهای رسلینگ برگشتم. تو این ویدیو قراره در مورد رکورد شکست ناپذیری آندرتیکر تو رسلمنیا صحبت کنم. رکورد شکست ناپذیری آندرتیکر یا همون استریک سالیان سال یکی از اصلی ترین جاذبه های کمپانی WWE برای فروش بلیط های رسلمنیا بود. این رکورد برای اولین بار تو رسلمنیای 18 یعنی تو سال 2002 مورد توجه قرار گرفت، زمانی که آندرتیکر ریک فلیر رو شکست داد. با انگشتاش تعداد کسایی که تا حالا شکست داده بود رو شمرد، یعنی 10 نفر. و یادمه که جری لالر تو همون صحنه گفت که رکورد آندرتیکر 10-0 و از اونجا به بعد دیگه تمام مسابقات آندرتیکر تو رسلمنیا از نزدیک دنبال میشد، چون همه میخواستن بدونن که بالاخره کسی میتونه این رکورد رو بشکنه یا نه. و همین هم باعث میشد که هر سال کمپانی WWE بتونه با کمک استریک آندرتیکر بلیط‌های خیلی زیادی برای رسلمنیا بفروشه. ولی همونطوری که میدونید بالاخره رکورد آندرتیکر تو رسلمنیای 30 تو سال 2014 توسط براک لزنر شکسته شد و مطمئنم که همه این مسابقه رو دیدین و میدونین که مردم چه واکنشی نسبت به این نتیجه نشون دادن. اما چیزی که نمیدونین اینه قبل از اینکه قرار باشه براک لزنر رکورد آندرتیکر رو بشکنه، به 2 نفر دیگه پیشنهاد این کار رو دادن. اولین نفر هم مارک هنری بود. تو سال 2006 برای رسلمنیای 22 به مارک هنری پیشنهاد شکستن رکورد آندرتیکر رو دادن و جواب مارک هنری نسبت به این پیشنهاد این بود. مارک هنری میگه که وقتی پیشنهادش رو بهم دادن قبول نکردم. گفتم نه، نمیخواستم بارش رو دوشم بیفته، چون وقتی این کارو بکنی یه جورایی جایگاه اون آدم رو میگیری. هیچکس به اندازه آندرتیکر سخت کار نمیکرد، هیچکس کشش کار اونو نداشت. اون موقع شنیدم که بعضیا میگفتن هر کی رکورد آندرتیکر رو بشکنه مردم ازش متنفر میشن، شاید اصلا قصد جونشو بکنن. وقتی این حرفا رو شنیدم گفتم نه، شکستن رکورد خوبه ولی عواقبش خیلی بده، پس بی خیال، من نیستم. خلاصه مارک هنری به همین دلیلی که خودش هم گفته قبول نکرد رکورد آندرتیکر رو بشکنه. اما 2 سال بعد دوباره پیشنهاد شکستن رکورد آندرتیکر رو به یکی از حریفای دیگه‌اش میدن و اون شخص هم کسی نبود جز اج در مورد این قضیه میگه که من قرار بود تو مین ایونت رسلمنیای 24 با آندرتیکر مسابقه بدم. رکورد اون زمان 15-0 بود. همون موقع ازم پرسیدن نظرت راجع به شکستن رکورد چیه؟ منم مخالفت کردم و گفتم من به هیچ وجه این کارو نمی‌کنم. آخه چرا باید این کارو بکنیم؟ این با عقل جور در نمی اومد. من همینطوریشم موقعیتم عالی بود. تو مین ایونت رسلمنیا بودم. شکستن رکورد به من چی اضافه می‌کرد؟ درسته یه خوبیایی واسم داشت، ولی بهتر بود که حفظش می‌کردیم و به کسی میدادیمش که میتونست ازش استفاده کنه. و سالها بعد به این نتیجه رسیدم که رومن رینز اون آدمه. اما در کل وقتی پیشنهادش رو بهم دادن قبول نکردم، چون شکستن رکورد آندرتیکر مثل قهرمان شدن تو مین ایونت رسلمنیاست. دلیلی نداشت که یکی از جاذبه‌های اصلیمون رو از بین ببریم. براک لزنر هم بهش احتیاجی نداشت. اون همینطوریش هم یک قول نابودگر بود. اون قهرمان UFC شده بود و به همه چیز رسیده بود. ولی رومن رینز تازه شروع کرده بود. اگه اون رکورد رو میشکند عالی میشد. اما از اونجایی که میگن رکوردها برای شکسته شدن به وجود میان، وینس مکمن بالاخره تو سال 2014 تصمیم میگیره که رکورد آندرتیکر رو تو رسلمنیای 30 بشکونه و برای انجام این کارم براک لزنر رو انتخاب میکنه. اما آندرتیکر اون موقع با این قضیه مخالف بود و معتقد بود که براک لزنر به شکوندن رکورد احتیاجی نداره. اما وینس مکمن روی این قضیه اصرار داشت و بهش میگفت که اگه براک لزنر تو رو شکست نده بالاخره کی میخواد تو رو شکست بده. خلاصه مذاکرات بین وینس مکمن و آندرتیکر چند وقتی طول میکشه تا اینکه رسلمنیای 30 از راه میرسه. روز برگزاری رسلمنیا آندرتیکر با فکر اینکه قراره همچنان به رکوردش ادامه بده وارد ورزشگاه میشه و همون موقع وینس مکمن به اتاق آندرتیکر میره و بهش میگه که تصمیم قطعی گرفته و میخواد براک لزنر رکوردش رو بشکنه. آندرتیکر هم تو این مدت به خاطر اینکه مطمئن شه وینس مکمن تصمیم قطعی گرفته باهاش مذاکره کرده بود ولی مخالفتی نداشت، اما خودش ترجیح میداد کسی رکوردش رو بشکنه که بهش احتیاج داره. براک لزنر اون موقع به شکستن استریک یا رکورد آندرتیکر نیازی نداشت، اما به هر حال وینس مکمن تصمیمش رو گرفته بود
و بالاخره تو رسلمنیای 30 این اتفاق افتاد و بالاخره رکورد شکست ناپذیری آندرتیکر بعد از 21 پیروزی شکسته شد. خود آندرتیکر هم تو اون مسابقه صدمه میبینه و ضربه مغزی میشه. بعد از مسابقه اگه دیده باشید زمانی که آندرتیکر از جاش بلند میشه کلاً گیجه و تو حال خودش نیست و وقتی که برمیگرده به بک استیج از یکی میپرسه که من کجام. به خاطر همینم بلافاصله به بیمارستان منتقل میشه و وینس مکمن هم همراهش میره بیمارستان. فکر میکنم آندرتیکر تا 2 روز حافظه‌شو از دست داده بود و اونطوری که تعریف میکرد تنها چیزی که یادش میومد اسم همسرش بود و غیر از اون اصلا نمیدونست که مسابقه داده و اصلا کجاست و هنوزم که هنوزه چیزی از اون مسابقه به یاد نداره. حالا علاوه بر این که خیلی‌ها فکر میکنن که بهتر بود رومن رینز این رکورد رو بشکونه و به نظر منم بهترین تصمیم همین بود، اما خود آندرتیکر دوست داشت که بری وایت این کارو بکنه و خودش هم بارها تو مصاحبه‌های مختلف در موردش صحبت کرده. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید و یادتون نره که خود کانال رو هم دنبال کنید. به زودی میبینمتون.